در یک محیط بسیار بسیار آرام قرار بگیرید. اگر صدای حاشیه‌ای و مزاحم در اطراف شما هست، سعی کنید از هدفون استفاده کنید. یک انرژی الهی، یک نور الهی در تمام هستی در لحظه حال موجود است. خداوند نور آسمان ها و زمین است. افکار مانند یک لایه عایق باعث قطع اتصال ما با نور هستی میشن. ما میخوایم در این مدیتیشن کوتاه و کاربردی بودن در لحظه حال و اتصال با نور الهی رو تجربه کنیم. با 3 نفس عمیق نوری رو تصور کنید که از زمین وارد بدن شما میشه و از تاج سر شما خارج میشه. 3 نفس بعدی رو از بالا احساس کنید که نور الهی از طریق تاج سر وارد وجود شما میشه. کاملا این نور رو احساس کنید. بدنتون باید کاملا آرام و راحت باشه. توجه خودتون رو به تاج سر ببرید. همراه با این توجه یک نور رو تصور کنید که از تاج سر به وسط پیشانی میاد. این نور مجدداً به تاج سر برمیگرده. این نور رو با توجه خودتون به چال گلو ببرید. مجدداً این نور رو به تاج سر ببرید. این نور عظیم رو از تاج سر به قلب ببرید. اکنون قلب شما مرکز هستی است. شما لایه عایق رو که افکارتون بود برداشتید. سعی کنید خودتون رو در حالتی که متصل هستید به نور الهی تصور کنید. دیگه عایقی بین شما و نور هستی نیست. شما با نور هستی یکی شدید. این یعنی قدرت شما با قدرت خداوند اتصال پیدا کرده و هیچ قدرتی دیگه جلودار شما نیست. در این حالت پر انرژی بمونید. نور خودتون رو با نور هستی متصل ببینید. این عظمت رو در خودتون احساس کنید. با تمام وجود ازش لذت ببرید. این حالت رو در خودتون حفظ کنید. حتی بعد از مدیتیشن این اتصال رو حتی اگه شده برای چند دقیقه در خودتون نگه دارید.
این تمرین باعث میشه که روز به روز شما بیشتر در لحظه حال ثابت بشید.